سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم که این اصطلاح رو با دقت و حالا با بررسی بیشتری بخونیم. بد اخلاق، huysuz. بد اخلاق. مثال رو نگاه کن. Senin eşin çok huysuz bir insandır. Senin، سن به معنی تو، این پسوند مالکیت برای سن هستش. اش به معنی همسر. این پسوند مالکیت باز برای سن هستش. چوک میگه خیلی. هویسوز، چوک به معنی خیلی. هویسوز یعنی بد اخلاق. بیر به معنی عدد یک. انسان به معنی انسان. در پسوند تأکید هست، یعنی هستش. حالا میگه سنین اشین چوک هویسوز bir insandır. میگه همسر تو یک انسان حالا بد اخلاقی هست، یک آدم بد اخلاقی هستش.